داستان هستید از من میگد وقتی که داستان یا خبر غیر مستقیم همیشه یکم کج داره. خب اطلاعات من درست ندادم. ولی یک کسی گفته که میتونی خانم توکلی کیه؟ میدونم اون تو خونه باغ بخش داره که از اینا چیز هم داستان‌های مختلف یک میبینم که خیلی من رو بزرگتر میکنن یکی دیگه کمتر میکنم. شما خیلی بزرگ هستید. وقتی که من در تمام دنیا در هر کشور که یک چیزی که ارزش داره در ایران یک عده بیشتر ارزش داره اونجا چیزی ایران در فرانده ها ارزش داره از جوانان یاد بگیرن که این بهترین قسمت از دنیای و زندگی با طبیعته. ما که اینجا هست نمیشه سلام که هر کسی که میره تو طبیعت یک خوشحالی پیدا میکنه و دیگه دوباره میاد دوباره میره. چرا؟ وقتی طبیعت شما یک چیزی میره نه فقط ولی اون چیز واقعی اون زندگی واقعیه که در طبیعت به شما منتقل میشه. شما خودتون از واقعی بودن خودتون یک چیزی بیشتر میفهمید. از این هم میخوام که شما واقعا هر پیگوی که دوست دارید ما خونه گربه ها زیاد داریم گربه ها دوست هست. من الان چند کتاب شما دارم شکل ناراحتی ها رو برطرف میکنه. شما میری و نگاه این هم میتونن چه کار کنن هدف تو زندگیشون ساده هست واقعا میتونن که مجه هستن لازم نیست که شما بهشون نشون بدید چه کار کنن از چه کار کنید اگر داخل بتونید کار کنید